یک جوانزن 22 ساله در کوچه معرفت شهر سامانیان مرکز نویه رودکی دست به جنایت گوشنوشونی زده دخترچه 3 ساله همسایه‌اش را با بیرحمی مخصوص با چند ضرب کرد به گردنش کشته جسدش را در پرتوگاه پنهان کرده است. ولی تفتیشات خیلی زود پرده از روی این جنایت را برداشت و گمان بر شونده معین و دستگیر شد. خود منیجه امام علی زاده که در حبس قرار دارد و نزدیکان او برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی وزارت کارهای داخله میگوید در جریان تفتیش معلوم شد که این زن قبل از این هنگام دزدی از خانه همسایه‌اش به دست افتاده برای آن دختر همسایه را دزدیده کشته است که هوش زن همسایه به گم شدن دخترش بند شده دزدی کردن او را فراموش کند و آوازه نکند. در گزارشی که شام 15 نوامبر سال 2023 در شماره نوبتی هفته‌نامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخله نشر شد گفته شد که سانحه 3 نوامبر سال 2023 ظریفه اشور و ساکن کوچه معرفت شهر سامانیان به شعبه وزارت کارهای داخله 1 نویه رودکی درباره گم شدن دخترچه‌اش عبدالله‌زاده شریفه امام نظر سال تولدش 2020 خبر داده است. در نتیجه جستجو بعد یک روز سانحه 14 نوامبر جسم بیجان و آغشته به خون این طفل معصوم را با علامت‌های مرگ مجبوری از جمله جراحت‌های کرد در قسمت گردنش از پرتوگاه واقع در امین سراغه پیدا کردند. مؤلف گزارش مایور احسان عبدالله‌زاده میگوید کشتار طفل خردسال با چنین بیرحمی مخصوص در شهر سامانیان و اطرافیان نگرانی و تشویش زیادی را به پا کرد و حتی همسایه‌ها هر کدام به یکدیگر با نظر شبه نگاه می‌کردند. ولی به کارمندان شعبه یکم میلیسیای نویه رودکی میسر شد که خیلی زود این جنایت را آشکار کنند. جمشید رحمانزاده سردار بخش گفتگو جنایتی شعبه وزارت کارهای داخله 1 نویه رودکی میگوید در نتیجه بردن یک قطار کارهای فوری و جستجویی و کارکرد معلومات فوری معین کرده شد که این جنایت از جانب شهروند امام علی زاده منیژه شیرعلی سال تولدش 2001 ساکن کوچه قروتگین 2 نویه شامنصور شهر دوشنبه که موقتا در حدود نویه رودکی زندگی میکرد صادر شده است. احسان عبدالله‌زاده میگوید در واقع کسی گمان نداشت که چنین آدمکشی با بیرحمی مخصوص را یک زن که خود نیز مادر 2 فرزند خردسال است صادر کرده باشد، اما دلیل‌های شایع یافت شده از جمله کرد و تغییر سرشویی کودکان که قاتل جسد شریفه معصوم را تا ریخته تمام شدن خون بدنش در داخل آن نگاه داشته است. دلیل‌هایی است که به دست داشتن این جوانزن در این جنایت گوش نوشونید اشاره می‌کنند. در اصل تفتیش معلوم شد که منیژه امام علی زاده با نیت دزدی به خانه ظریفه اشور و وارد شده هنگام دزدی به دست صاحب خانه افتاده است. امام علی زاده برای آنکه کردارش در بین همسایه آوازه نشود برای از یاد زن همسایه بردن دزدیش نقشه جنایت مخصوص وزنین را تعریضی کرده دخترچه 3 ساله زن همسایه شریفه عبدالعزیز را برای فریب به خانه خود برده است و در داخل حمام با کرد به گردن کودک 2 ضربه زده او را به هلاکت رسانیده است. حالا تفتیش این پرونده را دادستانی نویه رودکی پیش میبرد. شمس‌الدین رجبوف مفتش ارشد دادستانی نویه رودکی میگوید 2 نوامبر سال 2023 وابسته به این حالت نسبت به گمان بر شونده امام علی زاده منیژه شیرعلی بر اساس ماده 104 قسم 2 بند و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شد. گمان بر شده خود همان روز دستگیر گردیده نسبت به او چاره پیشگیری در نمود حبس تطبیق کرده شده است. منیژه امام علی زاده نه فقط طفل بیگناه همسایه را از حیات محروم کرد بلکه 2 طفل خردسال خود را نیز برای سالیان از مهر مادری بینصیب گرداند. برای قتل طفل خردسال با بیرحمی مخصوص به او همچون جزا از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمر بعد تهدید میکند.